این هفته خبر تو خبر داره براتون از سیرک انتخابات و عظمایی که عمامه دستش گرفته و دور میچرخه تا برای این معرکه 4 دونه رأی جمع کنه. من به مردم نمیگم فلان کس رو انتخاب بکنید فلان کس رو انتخاب نکنید، اینو هرگز نخواهم گفت به مردم، اما به مردم عرض میکنم و اصرار میکنم که حتما در پای صندوق رأی حاضر بشید و رأی بدید به هر کسی که تشخیص میدید. این باید اتفاق بیفته. سید علی وافور در حالی داره واسه رأی بال میزنه که کاندیداهای نمایش انتخاباتش از راه انداختن یه میتینگ انتخاباتی هم عاجزن و مثل این شیخ فری دانش آموزان زیر سن رأی رو به زور میارن تا سالن رو پر کنن. بچه‌ها کلاس چندمی؟ آیت الاعدام رئیسی هم کلی از آستان قدس خرج کرده، آخرش به این رسیده. من رای میدهم، تو رای میدهی، ما رای میدهیم. درود بر رای اولیا. خلاصه این که این کارهای فرمالیستی دردی از آخوندا دوا نمیکنه و از همین حالا روشنه که فاتحه نمایش خونده است. عظما گفت من نمیگم به کی رأی بدید، چون اگه میگفت دیگه خیلی ضایع میشد، اما به جاش نوچه پشمالوش پاسدار قاسمی رو فرستاده جلو تا برای بسیجی‌ها تعیین تکلیف کنه. هر عزیزی که میخواد بیاد بایستی، میخواد رونق ایجاد بکنه، روغن ایجاد بکنه، هر کاری میخواد بکنه، اگر تصمیم بگیره که کمک بکنه به قوه قضاییه که محاکمه دزدها اتفاق بیفته برای عبرت دیگران، مسیر کم کم میره سر جای خودش. اینجا انگار هرچی بیشتر دزدی بکنی، چه داداش رئیس جمهور باشی، چه عمش باشی، چه 30 نفر 3000 12000 میلیارد، یه نگید آقا اختلاس اینها، معوقات بانکی. خدا پینوکیو رو رحمت کنه، حداقل اینها دروغ میگفت این دماغ میزد بیرون، این جایشو میزنه بیرون، میشه دید نمیشه دید، ریاض اینها. رحمت خدا بر مرحوم پینوکیو. باید خودت برای تشخیص به محک برسی و محک و معیار چیزی نیست جز حضرت روح الله و آقا سید علی. این شما و این نجم آرپیجی که با محک سید علی اومده رأی بده. این که 4 سال دیگه آقای روحانی قرار باشه توی این مملکت حکومت کنه، مگه دوره شاهنشاهیه که بخواد موروثی باشه؟ من به عنوان یک جوان انقلابی رأیمو به ملتی میدم، به مردمی میدم، به کسی میدم که انقلابی باشه، پیرو رهبرم باشه. هفته گذشته اولین مناظره دوغکی این نمایش انتخابات هم برگزار شد و دلقک‌های عظما تا تونستن خالی بستن و از همدیگه پاچه گرفتن. من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4 میلیون شغل ندادم، این دروغ محضه. این شیخ فری فلک زده بار پیش یه وعده هایی داد، حالا الان توش گیر کرده، هی میگه من نبودم، من نگفتم، یعنی یه بچه‌ای رو پر کرد هوا اما نتونست بگیردش. تو این مناظره کذایی کاندیداهای سایه یعنی قالیباف و جهانگیری تا تونستن به هم لنگ و لگد زدن و برای هم قپی اومدن. فکر میکنم که کارهای مهمی انجام گرفته تو این 4 سال. آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونای مردم جمع میکنه، چجور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم این زبالهشون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش. کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن؟ این که من میگم
شما دولت 4% هستین به همین خاطر، چون تو مردم نیستین. جناب آقای جهانگیری، جناب آقای روحانی، امروز افتخار شهرداری تهران در محیط زیست اینه که از زباله برق تولید میکنه. یه بار از اتاقات رو بیرون برین ببینید. امروز مابقیش داره کمپوست میشه و استفاده میشه در کشاورزی. ببینید اون همون دوستان شما بودن که زباله رو روز زمین جمع میکردن، نمیدونستن، امروز مکانیزه شده. اگه از زباله برق تولید میکنن، پس با این حساب باید بیت ولایت و کل دستگاه حاکمه رو به نیروگاه برق صنعتی تبدیل کنن، بس که زباله توشه. تازه تولید برق از زباله فقط یه دستاورد ایناست، کارهای دیگه هم بلدن. مثلا میتونن پشتشون رو با بیل لودر بخارونن. این خالی بافت این همه برای خودش پپسی باز کرد، آخرش اینجوری گذاشتن تو کاسش. این شهردار مگه نیومده خدمتگزار مردم باشه؟ برای جیبشون خدمت میکنن. دزد واقعی هن. کاری نداره برای بپرسیم ببینیم به چی خدمت کردن. دیگه دستشون برای همه رو شده. چطور نداره که من متقلبم دیگه. یک شهرداری که اراذل و اوباش نگه داره تو منطقه رشوه گیری، این همه رشوه گیری، نه تکلیف مردم چیه؟ اینطور که پیش میره احتمالاً تو مناظره های بعدی کار به اینجاها میکشه. این هاشمی تبا هم کلن خسته است، یعنی اصلا حال و حوصله انتخابات نداره. اینجا هم ته حرفش رو میزنه و میگه بابا ما کاندیداها یه کشکی میبافیم، شما جدی نگیرید. من فکر میکنم که به طور کلی حرفهایی که نامزدهای انتخابات من جمله خود من در رسانه ها میگوییم هرگز نمیتواند خود به خود جنبه عملی پیدا بکنه، به خصوص اون که شعارهایی میدیم که ظاهراً مردم پسنده. مثلا من شنیدم بعضی ها میگن ما یارانه رو چند برابرش میکنیم، بعضی ها میگن ما در مدت کوتاه درآمد ایران رو افزایش میدیم، ما بیکاری رو از بین میبریم. ترس اصلی عظما و آخوندا از اینه که یه وقت کابوس 88 تکرار نشه و دوباره کار به کف خیابون نکشه. این مجری تیویریش هم همین رو داره از سخنگوی شورای نگهبان آخوندا میپرسه. فرض کنید بگن اگر ما به فلانی رو تأیید کنیم فلان اتفاق ممکنه بیفته، شلوغ بشه یا مثلا نتایج تغییر بکنه، نمیدونم حالا هر چیزی. بله این بگن به مصلحت نظام نیست مثلا فلانی تأیید بشه. مصلحت نظام به هر حال، مصلحت نظام رو تعبیر از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستش که شورای نگهبان مصالح عالی نظام رو مد نظر قرار بده. طبیعتا ممکنه من به عنوان عضو وقتی که میخوام رأیم رو بدم نسبت به یک فرد، ممکنه با اون نگاه بیام رأی بدم، رأی مثبت یا منفی. بله، منظورش اینه که اگه بو بکشیم که ممکنه کاندیدای شکاف باز بکنه و مهار اوضاع از دستمون خارج بشه، اینجوری عذرش رو میخوایم. ترس از انفجار انبار باروت اصلی ترین ترس آخونداست، چون میدونن این تبر میری از اون تبر میریاست و اگه این بار قیام بشه ریش و ریشهشون رو میکنه. برید تو خوابگاه، برید تو اتاقا، گل درش حرف نزنید، ریز حرف بزنید، مینیاتوری حرف بزنید، هنری بگید، خوشگل بگید، به جا بگید، به موقع بگید و یه ماه بچه ها کارا رو تعطیل کنید. ریشتون رو میکنن اگه این دفعه بیان، ریشتون رو میکنن، ریشتون رو میکنن. این چوبی خط. برید تو خوابگاه، برید تو دانشکده، وقت بذارید، تو رو خدا وقت بذارید.
تو روز کارگر خامنه سر و عمامش پیدا شد و یه لگدی تو پک و پهلوی شیخ فرین زد. گاهی میشنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشید. نه، این حرفای درستی نیست. از بنده بشنوید. عظما یادش رفته بود که مشاور اعظمش یعنی این یارو ولایتی قبلا بند رو آب داده و گفته اگه مذاکره نبود جنگ حتمی بود. ببینید ما حتما باید مذاکره میکردیم. این تصمیم نظام بود، تصمیم فرد نبود. نظام تصمیم گرفت که مذاکره بود. بدون مذاکره که امکان نداره. یعنی چه میخواستیم بکنیم انجام نمیشد، گزینه دیگر جنگ بود. حتما باید مذاکره میکردیم. وقتی مشاور عالی خامنه اینجوری زیر پاش رو خالی میکنه دیگه تکلیف باقی اوباش حکومتی روشنه. ببینید این کرباسچی چطوری دست میکنه تو عمق استراتژیک نظام و زیراب سوریه خوری عظما رو میزنه. نزنیم این حرفا. غیرت دینی آیا اینه که به اسم حالا دفاع از نمیدونم حرم فلان اینا دستگاه‌های بی حساب کنه؟ آقا جان ما هم دلمون میخواد در سوریه و لبنان و یمن و همه اینجاها صلح برقرار بشه، دفاع از مظلوم بشه، شیعیان اونجا تربیت بشن، ولی آیا این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن و کار؟ خب وقتی بوی زهر اینجوری از اقصی نقاط نظام بلند میشه عظما هیچ خاکی نداره که به عمامش بریزه الا اینکه دستور بده تو کارتون و انیمیشن خلیج فارس رو با آتیش بکشن و اینجوری قمپوز در کنن. فاصله تا هدف 8 ثانیه. جنرال رفتی جهنم بگو منو قاسم فرستاد. این فیگورای کارتونی آخوندا بیشتر یه چیزی تو مایه مشت زدن این باباست که رو هوا میره و بر نمیگرده. بعد از ترکیدن بادکنک برجام سردبیر این روزنامه جام زهری هم به ریب زدن افتاده و مجبور شده پنبه رئیسش یعنی شیخ فرین رو بزنه. برجام رو یک جور دیگه میشه نگاه کرد دیگه. از منظر مبالغه‌ای که در رابطه با توقعات ایجاد شد. من مبالغه رو قبول دارم. ولی توی مبالغه شما هم نقش داشتید. میدونید چرا؟ خب ببین این مبالغه ها باید میشد به نظر من از صد افکار رو گذر کنیم، برای اینکه بالاخره فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود. دولت باید یک قدری در حقیقت این رو بزک میکرد که بتونه در حقیقت حرفشو به کرسی بنشونه به نظرم. یعنی میگه برجام کدومه؟ همش باد بود بابا، هممون کلن با هم سر کاریم. اینم یک کلیپ بدون شرح از همسر رئیسی یا همون آبراهام دراکولا که کلی براش تبلیغ کردن که دکتر و مدرسه و این حرفا، اما سخنرانیش به زبان انگلیسی رو خودتون با زیرنویس ببینید. Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking, and is the best idea to this meeting different lands or similar ideas from different lands.
families are busy with children's financial. Thank you for listening my paper presentation. اینم شغل جدید مموتی بعد از رد صلاحیت. خب وقتی شغل مموتی بشه اذان گفتن تو گوش بچه ها، اون وقت آخوندان باید برن ترانه خون بشن دیگه. عجب شیرین گوید بزم دامادی، دیگر نمارو آبادی، دیگر نمارو آبادی. عجب شیرین گوید بزم دامادی، دیگر نمارو آبادی، دیگر نمارو آبادی. مبارک بر همه این بزم شادی، دیگر نمارو آبادی، دیگر نمارو آبادی. آخوندا بعد از 38 سال حکومت و داغون کردن مملکت به این فکر افتادن برن تو مدرسه به بچه ها آموزش حکومتداری بدن. دستگاه رو هم قشنگ و لایی چیدن، شورای نگهبان هم براشون درست کردن. احتمالاً واحد اختلاس و دزدی و قتل و غارت هم اضافه میکنن. ما یه حکومت دانش آموزی داریم در دبیرستانشون دوره اول که مبناش از همون کتاب اجتماعیشون در میاد. راحت تر این کارو کنن، بچه‌های برگاهی رو پر میکنن، میگن ما مایلیم در چه وزارتخونه‌ای و در چه پستی کار کنیم. اینو میدن به دست رئیس جمهور و رئیس جمهور برگاه رو میسپره به وزرا انتخاب میکنن از بین دانش آموزا کارمندان خودشون. بخش‌های مختلفی داره، مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه، سیاست جمهوری. یک شیر سوتی بازارم در تیویریش بازه و خلاصه هر دم از این باغ بری میرسد. در مقابل دشمنان و زورگویان جهانی افزودند ملت با حضور در انتخابات پیشرو دشمنان ظاهراً کلاً اتاق فرمان تیویریش تو فاز حواس پرتیه، از این کانال به اون کانال همینطوری گاف پشت گاف. و در ادامه اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا، معترضان شماری از خیابان‌ها و جاده‌ها را در سراسر کشور از عذرخواهی می‌کنم. به پایان خبرهای کوتاه رسیدیم. این هم انعکاس یه بیننده از تیویریش و برنامه‌هاش، به مصداق مشت نمونه خروار. ابی زدن چیه؟ 2 تا کلمه حرفایی که مردم دارن، سوالای مردم مطرح کنن، نه اینکه اصلا جرئت نمیکنه خبرنگار صحبت بکنه. نمیدونم چی بهش گفتن که اصلا حیدر جرئت نمیکرد سوال بکنه. اون خانم که نشسته بود، حالا اسمش یادم رفت، اون خانم آخه رئیس جمهور این شد وقتی میگم با رئیس جمهور صحبت میکنه، بابا انتقادات مردم رو بگو. در پایان این شما و این تازه ترین محصول اقتصاد مقاومتی، یعنی ماشین مشتی ممدنی باید بوق بزنه بره جلو. یک دستگل جدید از ایران خودرو، ماشین 2216 کیلومتر کارش کردن، دنده هم خلاصن، هم ترمز دستی هم سویچ خاموش. متاسفانه ماشین کار کرده، هم سویچ. دستگل جدید ایران خودرو. من 4 علامت هم چی یعنی کار شکه یا بوگوی زد طفلی بستوی من کجیم نشم الارات یا